بعضی‌ها میگویند که معیوبان و شخصان گرفتار بیماری‌های مزمن دائمی مظلومند. سوال: بعضی‌ها میگویند معیوبان که شخصان گرفتار بیماری‌های دائمی هستند آنها مظلوم هستند، زیرا آنها هم حق دارند مثل دیگران سالم باشند، زندگی کنند، اما زمان به آنها سختی کرد. نظر شما درباره چنین گفته‌ها چیست؟ الله شما را برکت دهد. جواب: الحمدلله. این سخنانی که بعضی‌ها میگویند یعنی اعتراض به قضا و قدر الله سبحانه و تعالی و ادعا میکنند که آنچه بر معیوبان و بیماران آمده است ظلم است. اگر شخص آن را به معنای ظاهری قبول کند این کفر و ردت است، از دایره اسلام خارج شدن است به حساب می رود، زیرا این سخن در برابر پروردگار جهانیان اعتراض است. الله سبحانه و تعالی مالک آسمان ها و زمین است، هر چی خواهد میکند و هیچ کس حق اعتراض بر او را ندارد. او حکم میکند و هیچ کس نمیتواند حکمش را باطل بشمارد و باطل نماید. شاید آنچه که بر معیوبان و بیماران آمده است شاید برای آنها بهتر، خوبتر و نیکوتر باشد. چرا؟ زیرا وقتی که شخصی به مصیبت گرفتار می شود و صبر می کند از الله اجر امیدوار است، در حقیقت ثواب بزرگ می گیرد. خود مصیبت ها سبب پاک شدن گناهان بندگان می گردند و اگر شخص صبر کند و اجر را از جانب الله طلب کند او از صابران صبر کنندگان می گردد. و الله سبحانه و تعالی در کلامش می فرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. در حقیقتا این است که صبر کنندگان اجر خود را بدون حساب به حساب میگیرند. سوره زمر آیه 10. و نیز الله سبحانه و تعالی میفرماید و بشر الصابرین، بشارت بده به صبر کنندگان، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آنهایی که چون مصیبت بر آنها رسید گویند ما از پروردگاریم و به سوی او باز میگردیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. بر آنها درود و رحمت پروردگارشان باد و آنها هدایت یافتگانند. سوره بقره آیات 155 157. منبع فتاوا شیخ ابن العثیمین رحمه الله تعالی با امضای شخصی او.